الحمدلله الله را هزار بار شکر میکنیم که از خدمت رسانی های ما شما راضی الحمدلله. خب گپ کم میکنیم. یک تحفه های را آماده کردگی شرکت رمضان تو برای شما. به چی خاطر؟ به خاطر که شما از همه جا که رفتین همراه اختون یک چی برین در خاطرتون. از همین سفر از میرین که به خانواتون میرسین باور کنین در خانواتون رنگ یا سر سود آدم میبرورن پرسپوس میکنن هم خیلی میپرسن تونه کنی نقل که کجا رفتی چی را دیدی که کجا بودی فلان جا رفتی به میگی که نه نرفته میگن ده عمره را هم نکرده بودی تو نرفته بودی جا. به همین خاطر ما اگه به خاطر که همین طبیعت انسانی همین خیلی که در همین چیزی که یک تحفه موندگی باشه او در خاطرات بسیارتر میمونه. همون جای صحبت در خاطرات میمونه. به همین خاطر یک تحفه‌ای را آماده کردیم و یک سوالایی را آماده کردیم. سوالا فقط از دایره همین سفری که شما انجام دادین الکی تا این روزا. همین خاطر یک تحفه‌ای را آماده کردیم و یک سوالایی را آماده کردیم. سوالا فقط از دایره همین سفری که شما انجام دادین الکی تا این روزا. از داخل همین سوالای بیرون نیست. خب اولین سوال دو دقت باشین. تحفه ها هم تحفه های خوبه ان شاء الله خاطره میمونه در خانه‌هاتون از شرکت رمضان تور گفتم که یادآوری میسته. وارسی گفته بودین با وارسی هم ترجمه کنید درست یک نفر ایرز دیگه هم تاجیک و هم تاجیک دیگه. سلام علیکم. در بعد ما یک برادری روزابان های که الحمدلله برادر ما برات اسکندر ناموندگی میشه. این برادر یک سال شده که دین مقدس اسلام قبول کرده الحمدلله. دوام میکنیم بروش همه کسا ان شاء الله بروش دوام میکنیم. به خاطر هم برادر گفتیم به زبان روسی گازنیم خیلی ان شاء الله داخل با میفهمونیم برادر. یکم سوال